و بنابر روابطی که با رئیس جمهور داشتیم اول بیت ولی فرا تعیین شدین و فعلا در زمین چقدر کنونی هم اگر در زیر رابطه شنی بیان اول خو باید داوم چې په رسانه‌ای خبره کې اشخاص و افراد مثل شماها این ملک دیگه ان شاء الله زود ویران میکنه. قربان پشت ما امیتور اشخاص باز توطئه دیگر هم گفته بودن امی فرا که خدای نخواسته بسیار با معذرت و بسیار از خواهرای ما اینجا نشسته تشریف دارن که جناب والی صاحب ولایت فرا با یک خواهر که امروز در پارلمان است تعلقات ناجایز داره. اگر او راست بود این راست است و اینمی اشخاص و اینمی افراد توسط اینمی ارگان ها و توسط اینمی اشخاص همه طور جور میشه گفته میشه. قربان ما سه ماه میشه که رئیس مبارزه علیه ارتشاء فساد اداری استم. حق دارین هر چیز در این راستا بپرسین، حق دارین. اگر تاریخچه ما را میخوایم مادم مستانه است بسیار کار دیگه هم کردیم و میکنیم ان شاء الله. بله حالا فهمیدم. میگه او مطلع قدیم است میگه دیوارنا بگریزی که مست آمده اینم نه من مستانه هستم گفت هر کار دلم شد میکنم. والا آفرین بیشک با می خدا همه یک آدم هم کار داریم در ارتشاء و فساد اداری همه یک آدم باید باشه آدم مست نباشه که خودش تجربه داشته باشه. یه رازای فساد تا که افشا نشه خصیب کس نمیفهمه تا که تجربه نباشه بشه اونا گرفتن نمیتونه اینجا نمیدن ارتشاء و فساد و خود آدم که فسادی نباشه. تا جایی که فکر میکنم واسطه ازی هم صاحب فکر میکنم که کسی هست که با آقای رئیس جمهور حتما چی داره یک رفاقت دوستی سابقه داره. خب با اون خاطر یه آدم تعیین شده. خب هر چرا دوش ما کار نداریم. خب هر کس اهلیت کار داره باید کار بکنه. مثل مقصد یک اطلاع داد که هر کس پشت مشکل خود میایم تو مست بیاید دیگه کارش حل میشه. قسمه که شما اشاره نمودین فساد به اندازه بیداد میکرد البته قبل از مده اونجا. در وقتی که ما آمدیم تا حال شما با چشم سر مشاهده میکنید که ما این دوسیه ها را به سر کار نموده ایم و آن دوسیه هایی را که شما اشاره نموده اید آن دوسیه ها به نزد ما بسیار یک دوسیه های ضعیف است و خورد و بردی بسیار کم است. بنابراین ما اقدام نمودیم که خورد و بردی بالا را بگیریم. بنابراین نظر دو ارتباطات ما این دوسیه ها را شروع نمودیم که انشالله در 6 سال آینده انشالله فیصله خود کردیم میره این فساد با کلی از بین میبریم. بیشی کنشه در پیش مردم سوال که دیگه با جوابم نمیدادم. تو ریده دوسیه ما چی؟ تو در امریکا دوسیه داری؟ در اینجا خو ندارم. در امریکا دارم تو ریچی مخی یک بستان هستم. یه تو کارایی کردیم دیگه دی چیزایی عادیشه تو خبر هستی. یه تو کارا میکنم که از او خبر چه ایران بانی خودم 30 سوال خود کردی و یکشم جواب نخواد دیدی از پیش من و من موتر یک شخص بلوت هم هستم. اگر چون هر کاری نمیکنیم مگم دیگه من نمیمونم با هیچ وجه نمیمونم. باش خبر نداره که واسطه سیم ده کجاست. مربی داریم صاحب خوب و آمدیم در قسمت دوسیه های پیشین. دوسیه هایی را که من سر کار نمودم والا تا جایی که ما مشاهده میکنیم همیان بیگناست. پیسر کی کار نداره. پیسر کی کار نداره. بیادر نوبت ماست. بفرمایید.